مجزن 25 ساله از تاجیکستان دولت بولتایف شب 1 آگوست سال 2024 که در تاجیکستان الکای 2 آگوست فرا رسیده بود، در دوره چورک نیویی مسابقات بوکس در وزن تا 92 کیلو در بازی‌های تابستانه المپی در پاریس رقیبش از ایرلندیا جک مارلی را با حساب 4-1 شکست داد و به مرحله نیم نهایی این مسابقات را یافت. دولت بولتایف از این قبل در دوره 8 نهایی گریگوری کوشتاشویلی از گرجستان را شکست داده بود و اکنون روز 4 آگوست در دوره نیمه نهایی با لذیذبک مولاجونوف از ازبکستان وارد رقابت خواهد شد. در صورت پیروزی دولت بولتایف راهش را به سوی عنوان قهرمان المپی و مدال طلایی المپیاد پاریس هموار خواهد کرد. ولی او الکی دست کم مدال برنجی المپی را مال خود کرده است و این مدال الکی دوم تیم المپی تاجیکستان در پاریس خواهد شد. مدال اول را برای تاجیکستان پهلوان تاجیک سامان محمدبیکوف آورد. سامان در مسابقات گشتین جودو در وزن تا 81 کیلو سزاوار جای سیوم و مدال برنجی شد. دولت بولتایف 13 ژانویه سال 1999 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. بعد مشق نوع‌های مختلف ورزش‌های محاربوی، دولت بولتایف بالاخره رو به مشتنی آورد و آینده کریر ورزشش را به همین نوع ورزش پایبند کرد. دولت بولتایف بار اول در عرصه بین المللی از خود به گونه جدی سال 2022 در پی به دست آوردن عنوان قهرمان بوکس آسیا در بین جوانان سنشان تا 22 درک داد. او ماه سال 2023 در چمپیونات بوکس جهانی تا دوره چورک نیویی رسید و ماه اکتبر سال 2023 در بازی‌های آسیا در خطای صاحب جای اول و عنوان قهرمان در وزن تا 92 کیلو گردید. از این بین ورزشگران تاجیک یکی از نخستین‌ها شده راحت به المپیاد پاریس را به دست آورد. دولت بولتایف سال 2021 در میدان بوکس کسبی نیز هنرنمایی میکند و تا امروز 4 مرتبه وارد میدان بوکس کسبی شده، همه 4 رقابتش را برده است و یگان بار شکست نخورده است.